الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که برای من و شما توفیق عبادت و بندگی را ارزانی فرمود. عزیزان و بزرگواران، موضوع امروزی ما و صحبت این هفته ما پیرامون با اسلام زندگی نمایید و در اسلام بمیرید. در این روزها و در این بحر از زمان و در این ایام از گوشه و کنار من و شما میشنویم که بار دیگر فرزندان این سرزمین به سمت و سوی سوق میدن که مرگ اونها عواقب خطرناک دارد. در این روزها من و شما از گوشه و کنار این سرزمین بار دیگر صداها و نداهای دوران جاهلیت بلند شده که حال برخیزید از قوم خود و از زبان خود و از خلاصه منطقه و دیار خود تحت عنوان دفاع بار دیگر فرزندان مسلمان ها را به بدبختی می کشانند. صحبت این هفته پیرامون اینه که همانطوری که وظیفه و مسئولیت داریم که در اسلام زندگی کنیم، باید در اسلام هم بمیریم، در اسلام هم جان بدیم. همانطوری که زندگی ما زندگی ایمانی و اسلامی هست، مرگ ما هم باید در اسلام باشه و به طریقه اسلام و به طریقه قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشد. عزیزان و بزرگواران، مسئولیت علما در تمام عرصه ها و در تمام زمان ها سخت و خطیر بوده و خصوصا در این عصر، در این زمان مسئولیت علما سنگین هست. باز در کنار مسئولیت علما، همچون دعاگوهایی که شما عزیزان هستید، این پدر بزرگوار و موسفید من و شما الان شعر را زمزمه نمودن، دعا کردن و در لابلای شعر این را مطرح ساختن که منبر حق و صدای حق و خطبه های حق، خب اینها مسئولیت ما را سنگین‌تر میکنه. عزیزان و بزرگواران، امروز اگر جوان مسلمان نفهمه که در کجا بره و کشته بشه و آخرتی و خراب بشه، فردا در صحرای محشر گریبان ما را میگیره. چرا نگفتی من رفتم کشته شدم، حیات من و زندگی من گیره خورده بود به دست شما علما و منابر و وارثین انبیاء علیهم الصلاة والسلام.
عزیزان و بزرگواران، با اسلام زندگی کنیم و در اسلام بمیریم. آیات و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم را در این باره و در این موضوع اشاره می کنم. الله سبحانه و تعالی اشاره می کنه و می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. من و تو را ای مسلمان این آیه مخاطب می کنه. ای اهل ایمان، ای مسلمان، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ادخلوا فی السلم کافه، به اسلام به تمام معنا داخل بشو. این آیه مبارکه به ما درس داخل شدن به اسلام میده. مثل این که داخل این مسجد شدیم، قبل از آمدن به این مسجد، قبل از آمدن به نماز، شما به فکر طهارت میافتیم. باید وضو بگیرم داخل مسجد برم به نماز. اسلام هم از خود قانون و شرایط و ضوابطی داره که وقتی انسان داخل اسلام میشه چنین نیست که فقط و فقط با زبان خود بگه لا اله الا الله محمد رسول الله کل کار از این تمام شد. تنها بر قلب هم نمیشه. اگر بر زبان گفته شد و بر قلب تصدیق کرد، اگر جوارح او کلمه طیبه را تصدیق نکرد، باز هم ارزش نداره. ایمان یک مسلمان چی وقت ارزش داره؟ ایمان چی هست؟ اقرار به زبان، تصدیق به قلب و چی؟ و ثابت ساختن به عمل جوارح هست. عزیزان و بزرگواران، پس به این وقتی که به اسلام داخل میشیم ادخلوا فی السلم کافه، این آیه ما را به اسلام داخل کرد. حالا داخل اسلام از خود قانون داره، قواعد داره، ضوابط داره. ما چگونه در اسلام زندگی کنیم؟ الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه میفرمایه و جاهدوا فی الله حق جهاده، شما جهاد کنید در راه الله سبحانه و تعالی، او جهادی که الله گفته. و بعد میفرمایه هو اجتباکم، الله شما را برگزیده و انتخاب کرده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرجی نیست، در دین تکلیفی نیست. یعنی چی؟ یعنی در دین اگر استاده نمیتوانی نماز بخوانی بنشین، اگر نشسته نمیتوانی سر بگذار، اگر سرتو گذاشته هست با اشاره نماز بخوان. این همان سهولت و یسر که در دین گذاشته هست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج در دین نیست، سختی در دین نیست. روزه ماه مبارک رمضان را گرفته نمیتوانی، روزه را افطار بکن. به این عزیزان و بزرگواران در ادامه میفرمایه ملت ابیکم ابراهیم، متوجه باشید که به راه ابراهیم علیه السلام روان باشید. اگر از هر کدام ما پرسان کنن ملت از کی دارید، همه ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله. یعنی چی؟ ملت از ابراهیم خلیل الله اینه که وقتی که من و شما میخوایم سفر داشته باشیم، در مرزها پرسان میکنن که شما تذکره خود را بدهید، شما پاسپورت خود را بدهید. از شما پرسان میکنن شما اهل کجا هستید، او پاسپورت و او تذکره نشان میده که شما اهل کجا هستید. ملت ابیکم ابراهیم، اگر از ما پرسان کنن شما پیرو کی هستید، پیرو ابراهیم علیه السلام. حالا به زبان نمی شود، ما باید ابراهیم علیه السلام را بشناسیم. ابراهیم علیه السلام چگونه شخصیتی بود، ابراهیم علیه السلام چگونه شجاعت و توکل و غیرت و ایمان و اینها را داشته که انشاءالله به اذن الرحمن هفته های آینده اگر عمر باقی بود پیرامون ابراهیم علیه السلام، چون آهسته آهسته من و شما به عید ایثار و فداکاری ابراهیم علیه السلام نزدیک می شویم. به اینه که میگه ملت ابیکم ابراهیم. الله در ادامه می فرمایه هو سماکم المسلمین، الله شما را نام گذاشته مسلمان. آیه قبل گفت ادخلوا فی السلم کافه،
به تمام معنا به اسلام داخل شوید. شما به مکتب اسلام داخل شدید، حالا این مکتب نامی گذاشت بالای شما، هو سماکم المسلمین، نام شما هست مسلمان، نام شما مسلمان هست. به این عزیزان و بزرگواران، پس نام هم دانستیم که نام ما چی هست. مکتبی که داخل شدیم دانستیم مکتب اسلام، نام ما هم شد مسلمان، دیگه نام بیشتری ما نداریم. هو سماکم المسلمین. آیه بعد ارتباط به ابراهیم علیه السلام میفرمایه، چون امروز بحث ما اینه که ما با اسلام زندگی کنیم. ابراهیم علیه السلام چگونه شخصیتی بود؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودیه، ابراهیم نه نصرانیه، ابراهیم بلکه حنیف و مسلمان هست. به این عزیزان و بزرگواران، یهودی ها دعوا می کردن که ما پیرو ابراهیمیم، نصرانی ها دعوا می کردن ما پیرو ابراهیمیم. الله سبحانه و تعالی میگه ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود و مسلمان بود. ارزش اسلام و جایگاه اسلام عزیزان و بزرگواران باید بفهمیم و بدانیم. ابراهیم علیه السلام برای فرزندان خود و یعقوب علیه السلام برای فرزندان خود وصیت میکنه. وصیت دو پیامبر چی هست؟ الله میفرمایه و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهیم علیه السلام برای فرزندان خود وصیت میکنه، یعقوب علیه السلام برای فرزندان خود وصیت میکنه. در وصیت نامه خود می نویسن چی می نویسن؟ چی وصیت میکنن؟ ان الله اصطفى لكم الدین، الله برای شما این دین را برگزیده. متوجه باشید که در دین زندگی میکنید. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. متوجه باشید که مرگ شما در اسلام باشه. این وصیت ابراهیم علیه السلام، وصیت یعقوب علیه السلام برای فرزندانشان هست. حالا ابراهیم علیه السلام در وصیت نامه خود خانه و زمین و دوکان و بالآخره این و آن فلان شیء و فلان شیء نمی نویسه، فقط می نویسه و میگه، وصیت میکنه که ای فرزندان من، و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این وصیت ابراهیم علیه السلام هست. حالا ای مسلمان، این وصیت ابراهیم علیه السلام هست، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. شما نمیرید مگر این که مرگ شما در اسلام باشه، مگر این که شما در راه اسلام بمیرید. امروز جوانان ما را میخواهند به نامهای مختلف سوق بدن به طرف بالآخره، به گناه و معصیت، و مرگ اونها را مرگ میتت الجاهلیه بگردانن، مرگ دوران جاهلیت. جوان مسلمان باید بیدار باشه. وقتی تفنگر به دستش میدهن که حرکت بکن، و بالآخره باید جوان مسلمان فکر بکنه من پیرو ابراهیم علیه السلام هستم. ابراهیم به فرزندان خود برای پیروان خود وصیت کرد فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نمیرید مگر این که مرگ شما در اسلام باشه. عزیزان و بزرگواران، ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام، این وصیتشان و این توصیهشان بود. ما مسلمان هستیم، جوان مسلمان، قبل از این که بر قوم خود و بر نژاد خود و بر حزب خود و بر حرکت خود توجه میکنی، نگاه کن در اسلام. اسلام برای تو چی دستور میدهد؟ اسلام برای تو چی میگه؟ دفاع از کی میخواهی بکنی؟ دفاع از کی داری؟ این را متوجه باش. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه میفرمایه
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی را پیشه خود بسازید، و تقوایی که حق تقوا هست. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر اینکه مرگ شما در اسلام باشه. این آیه مبارکه چند نکته را برای ما بیان میکنه. نکته اول اینه که تقوا رمز حسن خاتمه هست. عزیزان و بزرگواران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوا وقتی در زندگی انسان آمد حسن خاتمه نصیب میشه. دوم، ایمان آوردن کافی نیست. این آیه را گوش کن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان آوردن کافی نیست، با ایمان ماندن مهمه. یک نفر ایمان آورده، مهم اینه که این ایمان خود را ادامه بده. شروع کار، آغاز کار مهم نیست، بلکه پایان کار مهمه. عزیزان و بزرگواران، یک نفر 20 سال در ایمان زندگی کرده، 30 سال در ایمان زندگی کرده، در اخیر عمر، لحظات اخیر عمر تفنگ به دستش میدن که برخیز و بالآخر دفاع بکن. نگاه کن از چی دفاع میکنی، از چی حمایت میکنی، در چی راه روان هستی. قرآن میگه ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر این که در اسلام بمیرید. در اسلام، مرگ شما در اسلام باشه. نبی مکرم اسلام میفرمایند هر کس به خاطر عصبیت، به خاطر قوم، به خاطر بالآخر نژاد حرکت بکنه و بالآخر بمیره، فقط مات میتة الجاهلیه. ای در اسلام نمرده. عزیزان و بزرگواران، او در جاهلیت مرده. به این عزیزان من الله سبحانه و تعالی می فرمایه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام تنها زندگی کردن را به ما یاد نمیده، بلکه چگونه مردن را اسلام به ما یاد میده. چگونه زندگی کنیم یک بعد بحث اسلام هست، اما ما باید به این فکر باشیم چگونه بمیریم، چگونه میمیریم. زندگی ما در اسلام هست، آیا مرگ ما هم در اسلام خواهد بود؟ چقدر انسان‌های در اسلام زندگی کردن ولی در لحظات اخیر مرگشان با اسلام نبوده، مرگشان به طریقه قرآن و سنت نبوده. چقدر انسان‌های بودن. این عزیزان و بزرگواران، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام تنها بحث زندگی را به ما یاد نمیده، بلکه چگونه مردن را به ما یاد میده. نکته دیگر، انسان در سرنوشت و عاقبت خود نقش داره. ای انسان، تو نقش داری، تو اختیار داری، تو میتوانی سرنوشت خود را انتخاب بکنی. نمیشه که بالآخر به خاطر دنیای فانی بیاین تو را بازی بدن، مثل که سالها من و شما را در این حرفهای فریبنده خود ملت مظلوم بیچاره را فریب دادن. امروز عزیزان من، قضیه ملیشه سازی چی معنا داره؟ آیا ما از ملیشه های گذشته درس نمیگیریم؟ آیا از ملیشه های خونخوار گذشته که روسیه آمد بعد از خود ملیشه سازی کرده و ملت افغانستان را پارچه پارچه کرده، آیا امروز ما از گذشته درس نمیگیریم؟ آیا امروز میخواییم پس برگردیم به عقب خود؟ آیا میخواییم جنگ‌های خانمان سوزی و کوچه به کوچه و بالآخره بار دیگر مسلمان را بکشه؟ به این عزیزان من و شما باید این آیه قرآن را سرمشق زندگی خود قرار بدیم که الله میگه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نمیرید مگر با اسلام بمیرید. نگاه بکن کجا میری. تفنگ برای تو کی داده؟ علیه کی میخوایی بجنگی؟ از کی میخوایی حمایت کنی؟ از کی؟ از کدام؟ از افرادی که
در داخل افغانستان با مسلمان ها دست نمیدن که کرونا داره، در بیرون از افغانستان با دشمنان الله را با آغوش میگیرن. میخوای از همین دفاع کنی؟ میخوای از همین جنایتکارانی که مال این ملت، آبروی ملت را به تاراج بردن، میخوای از همین دفاع کنی؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر مرگ شما با اسلام باشه. عزیزان و بزرگواران، به اینه که اگر بیاییم نگاه کنیم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر مرگ شما در اسلام باشه. در اسلام مردن انواع شهدا، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که غرق بشه شهیده، کسی که به آتش بیفته شهیده، کسی که خانه بالایش منهدم بشه شهیده، کسی که بالآخره دفاع از مال خود داره، دفاع از جان خود داره، دفاع از آبرو و عرض خود داره شهیده. و حتی رسول الله می فرمایند زنی که طفل را به دنیا میاره در وقت آمدن طفلش از دنیا میره فاتت شهیدا، شهیده. آیا این غیر از اسلام به دیگران هم میسر هست؟ اگر یک انسان غیر مسلمانی با آب افتاد مرد شهید میشه؟ اگر یک زن غیر مسلمانی طفل را به دنیا آورد آیا مرد شهید میشه؟ اگر غیر مسلمانی به بحر افتاد در داخل آب غرق شد آیا شهید میشه؟ نه خیر. اگر یک کافر بالای خانهش حمله شد به خاطر دفاع از جان و مال خود کشته شد آیا کافر شهید میشه؟ ابداً. این انواع شهدا نصیب کی میشه؟ کسی که مسلمان باشه، کسی که مسلمان هست. عزیزان و بزرگواران، کسی که در مکتب اسلام داخل شده، کسی که نامش هست هو سماکم المسلمین، این مسلمان این انواع شهدا و این نعمتها از آن از او میشه. به این عزیزان و بزرگواران ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر ارتباط به آرزوی انبیاء و شهدا و صالحین و بالآخره ابرار و نیکان و اینها بیاییم یک نگاهی داشته باشیم، همه اونها آرزوی این بود که مسلمان بمیرن. مسلمان، اونهایی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردن، وقتی که ایمان آوردن فرعون گفت همه شما را میکشم، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم، دست و پای شما را قطع میکنم. اما حلاوت ایمان، شیرینی ایمان، لذت ایمان وقتی که آمد اونها گفتن که هر کاری که از دست تو میآید انجام بده. و بعد ساحرانی که ایمان آورده بودن دستان خود را بلند کردن و فرمودن ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا بر ما صبر بریزان. صبر بدی. و بعد چی گفتن؟ ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، پروردگارا ما را مسلمان بمیران. مسلمان، این دعای اون افرادی که به سیدنا موسی علیه السلام ایمان آورده بودند. خیلی مهم عزیزان که مرگ انسان در اسلام باشه و انسان مسلمان از دنیا بره. این مهم هست. آرزوی تمام انبیا و بندگان صالح و شایسته الله سبحانه و تعالی این بود که یا الله ما را مسلمان بمیران، یا الله ما را مسلمان بمیران. ساحرانی که در ابتدای روز ساحر بودن، کافر بودن، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند حين قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال كانوا في اول النهار سحرا وفي آخر النهار شهداء. اینها کسانی بودن به اول روز ساحر بودن، وقتی که معجزه موسی علیه السلام را دیدن ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن فرعون گفت شما را به بدترین حالت میکشم، شما را به بدترین حالت از بین میبرم.
اینجا اینها گفتن که ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا بر ما صبر بریزان، در سینه های ما صبر بده، و توفنا مسلمین، و ما را مسلمان بمیران. آیا تا به حال فکر کردیم که ما باید به اسلام که زندگی میکنیم مرگ ما هم باید در اسلام باشه؟ چگونه باید انسان بمیره؟ چگونه از دنیا بره؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر این که شما مرگ شما در چی باشه؟ در اسلام باشه، مرگ شما در طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. عزیزان و بزرگواران، مسئله اسلام خیلی مهمه. تمام بحث ما امروز اینه که جوانانی که با نامهای مختلف اونها رو میخوان فریب بدن، جوان مسلمان متوجه باش که مرگ تو در اسلام باشه. نبی مکرم اسلام میفرمایند، همونطوری که قبلا اشاره کردیم، انواع شهدا هست. دفاع از مال انسان شهید میشه کشته شد، دفاع از آبرو انسان شهید میشه اگر کشته شد. کسی که از مال خود، از جان خود، از آبروی خود، از خانواده خود وقتی دفاع کرد کشته شد شهید میشه. دفاع از سرزمین خود این خیلی مهمه. امروز این را آمدن به جوانهای ما شعار میدن، دفاع از سرزمینی که کافر گرفته، اشغال کرده، فسق و فجور آورده، صدها جنایت را آورده، مسلمان ها رو به طرف بی‌عزتی و بی‌عفتی و خاری ذلت میکشانه. قاعده فقهی هست عزیزان من، وقت کافر در هرات حمله میکنه به ولایات همجوار هرات، جهاد فرض عین میشه. اگر در افغانستان حمله میکنه به کشورهای همسایه و همجوار از او، جهاد فرض عین میشه. میخوام این را بگویم عزیزان من، امروز وقتی میگم دفاع بیایید از سرزمین خود داشته باشید. از کدام سرزمین؟ سرزمین اشغال شده، سرزمینی که کافر گرفته، بیاییم حامی کافر باشیم، در کنار کافر بیستیم، بیاییم در کنار اجانب و بیگانه و غلامان بیستیم. این عزیزان و بزرگواران، امروز تمام بحث ما اینه که ای جوان مسلمان، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این وصیت ابراهیم به فرزندانش، وصیت یعقوب به فرزندانش هست و اینه که ما باید متوجه باشیم. اگر سرزمین ما را کفار میای اشغال میکنه، جوانان پیدا میشن از مشرق و مغرب میاین به آزادی ما باید آغوش را باز بکنیم و اونها را ببخشیم. نگو که این جوان کجایی هست و کجاییه. سرزمین من و تو اسلام هست و آماده به آزادی من و تو علیه و قیام میکنی. متوجه باش مرگ تو در اسلام نیست. مرگ تو فقط میتت الجاهلیه هست، مرگ جاهلیت هست. چرا؟ این منبر به خاطر اینه که اگر روزانه دهها و صدها جوان ما بره کشته بشه، روز قیامت میای از گریبان ما میگیره که فلانی چرا نگفتی؟ چرا امروز ظالمینی که 20 سال میشه بر گرده ملت سوار هستن و ظلم میکنن، امروز چرا خود را به دست و پای بعضی گوشه و کنار این ملت انداختن؟ به خاطر چی؟ بیاین اگر این نظام، اگر این دولت بیای خدمات خود را در اسلام و قرآن بگه، مجان خود را فدای این نظام میکنم، به شرطی که بیای خدمات خود را بگه. به اسلام چی خدمت کرده؟ به دین چی خدمت کرده؟ به ملت چی خدمت کرده؟ رئیس جمهور در تاریخ افغانستان صفحه ننگینی بر خود گذاشت. دهها و صدها پلیس و اردو در این سرزمین کشته شده. چند مرتبه خانواده های کشته شده های پلیس و اردو جمع کرد رئیس جمهور که یک تسلیت بگه، یک غم شریکی بکنه. میره به آمریکا، خانواده های آمریکایی که در افغانستان مردار شدن میره اونها جمع میکنه و برای از اونها تسلیت میگه. ما بیام سلا بگیرم از همون دفاع کنم؟ بیام از او حمایت کنم؟
بیام به این جانی که الله به من داده به خاطر یک غلام، به خاطر یک نوکر من این جان فدا کنم و برم به جهنم که او در افغانستان و در اروپا و تا امریکا و بالاخره به خواهی شنوش بکنه. ای مسلمان، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نمیرید مگر اینکه مرگ شما در راه الله باشد، مگر اینکه مسلمان بمیرید. به اینه سیدنا یوسف علیه السلام الله برایش پادشاهی میده، الله برایش مسائل تعبیر خواب میفهمانه و برایش همه ناز و نعمت و اینها را الله عطا میکنه. و سیدنا یوسف از الله چی میخواه؟ وقتی که میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، ای بار الها پروردگارا قد آتیتنی من الملک، به ما پادشاهی دادی، ناز و نعمت دادی، تمام نعمتهای دنیا را دادی. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، برای تعبیر خواب و تعویل خبر دادی. فاطر السماوات والارض، تو خالق آسمان ها و زمینی. ببین یوسف علیه السلام نبی خدا، پیامبر الهی، از الله چی طلب میکنه و میگه فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، پروردگارا تو ولی منی، تو دوست منی، تو حامی منی در دنیا و آخرت. خب بعد از همه ناز و نعمت، پادشاهی داره، نعمت داده، الله سلطه بری داده، قدرت داده، همه نعمتهای دنیا را داده. حالا یوسف علیه السلام چی میخواه؟ چی میگه؟ از الله چی طلب میکنه؟ میگه توفنی مسلما، پروردگارا یک چیز دیگر از تو میخواهم، مرا مسلمان بمیرم، مرا مسلمان بمیرم. غم مردن خود را میخوره، چگونه بمیری؟ این نشد که بالاخره تفنگر بر شانه بگذار و بالاخره حرکت بکن. بله ما دفاع میکنیم، حمایت میکنیم، حمایت از ظالم، حمایت از فاسق، حمایت از انسانهای از خدا بی خبر. چگونه؟ این منبریه که ما الان چنین نیست که دفاع بیاییم از یک گروه و از یک حزب و از یک حرکت داشته باشیم. این منبریه که باید صدای حق به گوش بندگان الله برسه. او جوان مسلمان شاید از این ناحیه انگیزه بدن که برخیز، از وطن خود دفاع کن، از وطنی که کافر اشغال کرده. بله برخیز، تفنگر به دست بگیر، در مقابل اجنبی و بیگانه ها استاده شد. امروز جای شرمه که از بعض مجاهدینی که لاف جهاد می زدن به طول 20 سال، همین رژیم و همین نظام نه برایشان آبرو گذاشت، نه حیثیت گذاشت، نه بالاخره وقار گذاشت، اونها را خانه نشین کرد. بار دیگر آمد برای از اینا قدرت را جلوه داد و بالاخره بیا در مقابل برادر مسلمان خود استاده شد. شرمه. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه با اسلام بمیرید. اسلام از من و شما چی میخواهد عزیزان و بزرگواران؟ یوسف علیه السلام میگه توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا مرا مسلمان بمیران و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحین محشور بدار، با انسانهای صالح مرا. حضرت یوسف صالح نبود، حضرت یوسف پیامبر الهی نبود. حضرت یوسف میخواد ما را بفهمانه که ملک، پادشاهی، ناز و نعمت، سلطه، قوت، قدرت، سرمایه، همه اینها یک طرف، با اسلام مردن یک طرف. انسان با اسلام بمیره. این عزیزان و بزرگواران دعای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حق اموات چیه؟ دعایی که همه ما و اکثرا شاید این دعا را حفظ داشته باشیم وقتی که در نماز جنازه دعا را میخوانیم: اللهم من احییته منا، اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام. ما را چکار بکن؟ در اسلام زنده داشته باش. زندگی میکنی با اسلام زندگی کن، میمیری با اسلام بمیر. و بعد میفرماین و من توفیته منا فتوفه علی الایمان، از دنیا رفتی با ایمان برو،
در اسلام در دنیا زندگی میکنی، با اسلام زندگی کن. این عزیزان با بزرگواران آیه دیگه میفرمایه ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کشته میشدی در کجا کشته بشی؟ در راه الله، در راه الله کشته بشو. ولئن متم، اگر میمردی در کجا بمیرید؟ در راه الله بمیرید. این کسی که حال بلند میشه تفنگ برمیداره من از فلان ظالم حمایت میکنم، مهامی بالآخر این و اون هستم، آیا مسئولیت اخروی نداره؟ آیا مرگ این در راه الله است؟ آیا مردن این در راه الله است؟ این خیلی مهمه عزیزان و بزرگواران. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم، ثمره و نتیجه ای میشه لمغفرة من الله و رحمة، مغفرت الله شامل حال تو مسلمان میشه، به شرطی که در راه الله بمیری، به شرطی که در راه الله کشته بشی. ادامه میفرمایه خیر مما یجمعون، از هر چیزی که در دنیا جمع کردی مردن در راه الله بهتره. تمام آرگاه و بارگاه و خانه و زندگی و میلیون ها و میلیاردها و همه اینها یک طرف، خیر بهتره مرگ در راه الله، مردن در راه الله، شهید شدن در راه الله. به این عزیزان و بزرگواران خیر مما یجمعون. از دعاهای معصور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه دعا میکردن اللهم انی اسألک حسن الخاتمه، پروردگار حسن خاتمه نصیب کن. حسن خاتمه یعنی چی؟ حسن خاتمه یعنی که لحظات اخیر عمر انسان با عبادت الله باشه، لحظات اخیر به اطاعت از الله و رسول باشه. این حسن خاتمه هسته. حالا کی ضمانت میکنه؟ کسی که در گناه و معصیت، چقدر انسانها در حال گناه و معصیت از دنیا رفتن، چقدر انسانها در حال دزدی و قطاع و طریقی و اختطاف و ظلم و ستم از دنیا رفتن، و چقدر انسانها در عبادت و سر به سجده و به اینها از دنیا رفتن. عزیزان و بزرگواران، به اینه که هر کدام من و شما باید متوجه باشیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم برای معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرمایند اتدری ما حق الله علی العباد، آیا میدانید حق الله بر بندگان چی هست؟ آیا میدانید حق الله بر ما چیه؟ الله یک حقی داره به گردن بندگان خود. نبی مکرم اسلام برای معاذ بن جبل میفرمایند اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله، حق بندگان با الله چیه؟ حق بنده با الله چیه و حق الله با بنده چیه؟ بعد میفرمایه الله و رسول اعلم، خدا و رسول بهتر میدانه. یا رسول الله برای من بگویید. نبی مکرم اسلام میفرمایند حق الله علی العباد، حق الله بر بنده اینه که ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، این که الله را عبادت کنه این بنده و با الله هیچ شریک قائل نشه. این حق الله است که الحمدلله من و شما در داخل این خانه آمدیم، حق الله را ادا کردیم، الله را عبادت میکنیم و به الله هیچ چیزی شریک قائل نیستیم. این عزیزان و بزرگواران، حالا حق الله بر بندگان چیه؟ به اینه که و حق العباد علی الله الا يعذب من مات منهم على التوحید. حق بنده اینه که الله ای بنده عذاب نکنه. یک شرط داره، بنده ای که الله را عبادت کرده و به الله شریک قائل نشده. و بعد نبی مکرم اسلام میفرمایند و حق العباد علی الله الا يعذب، که الله او را عذاب نکنه من مات منهم علی التوحید، کسی که در توحید بمیره، کسی که مرگش در توحید باشه. توحید در چی هست؟ در اسلام. کسی که در اسلام داخل شد توحید در میفهمه. کسی که در اسلام داخل شد میدانه که یکتا پرستی چیه. به این عزیزان و بزرگواران
ما با الله زندگی میکنیم، با قرآن زندگی میکنیم، ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، صدقه میدیم. باید به این فکرم باشیم که زندگی ما در اسلام هست. آیا مرگ ما هم در اسلام خواهد بود؟ آیا ما در اسلام خواهد مردیم؟ آخرت ما چگونه خواهد شد؟ حسن خاتمه آیا نصیب ما می شود یا نمی شود؟ کار ساده ای نیست که سیدنا یوسف میگه توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، پروردگارا مرا مسلمان بمیران، مرا مسلمان بمیران و بعدا مرا با صالحین ملحق بگردان. الله اکبر. چقدر مهمه عزیزان و بزرگواران، با همه ناز و نعمت، با همه حکم و حشم، با همه قدرت، با همه پادشاهی، بازم میگه توفنی مسلما، مرا مسلمان بمیران. این درس رو برای من و تو میده جوان مسلمان. به هر راهی که حرکت میکنی، به هر راهی که گام بر میداری، هر کس که برای تو وقتی از تو میطلبه که بیا جان بدی، متوجه باش که جان دادن خیلی سخت، خیلی سخت. عزیزان و بزرگواران، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان المؤمن اذا حضره اجله و بشر بکرامت الله احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. نبی مکرم اسلام میفرمایند وقتی که اجل مؤمن نزدیک میشه، مرگ مؤمن نزدیک میشه، او کسی که در اسلام میمیره، او کسی که در قرآن و در شریعت میمیره و بشر، الله مژده میده، بشارت میده به کرامت الله، به اکرامی که از جانب الله میشه. احب لقاء الله، الله او را دوست داره. و بعد میفرمایند فاحب الله لقاءه، ای الله را دوست داره و الله ای را دوست داره کسی که در اسلام میمیره. و بعد میفرمایند و ان الکافر او الفاجر اذا حضر اجله، وقتی کافر و فاجر و بدبخت و شقی و اینها اجل از او که میرسه چه کار میکنه؟ و بشر، این مژده از روی استهزاء و تمسخر که عذابش بیشتر بشه. و بشر بعذاب الله کره لقاء الله، کره لقاء الله، کرهه لقاء الله. الله بد میبره از دیدن ای فرد و ای فردم لقای الله را دوست نداره و ای فردم نمیخواهه. و بعد میفرمایند و من کرهه لقاء الله کره الله لقاءه، هر کس لقای الله، دیدار الله را بد ببره، الله هم از دیدار از او بد میبره. این حالت کافر و حالت کسی که به غیر از اسلام عزیزان من میمیره. این خیلی مهمه. در حدیث دیگر عبادة بن صامت روایت میکنه و میفرمایه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من احب لقاء الله، کسی که لقای الله را دوست داره احب الله لقاءه، الله هم ملاقات او را دوست داره. انسان مؤمن، انسانی که در اسلام میمیره، وقتی که ملک الموت به بالین از او مینشینه، او لحظه شماری میکنه تا چی وقت این جان به جان آفرین تسلیم بشه. انسانی که رضایت الله را میخواهه لحظه شماری میکنه چی وقت از این دنیای فانی، از این دنیای محزون، از این دنیای که سر تا پا غمه، چی وقت از این دنیا بره. الله را دوست داره و الله هم لقای این را دوست داره. چقدر انسانهای عزیزان من در دنیا بودن که سر به سجده از دنیا رفتن، چقدر انسانها در حالت تلاوت قرآن از دنیا رفتن، چقدر انسانها با دعا و با نیایش و با ذکر از دنیا رفتن. عزیزان و بزرگواران، کسی که لقای الله را دوست داشته باشه الله هم لقای او و ملاقات او را دوست داره. یادم آمد از یک داستان عزیزان و بزرگواران، داستان اون عروس مؤمنه و متقیه و عابده و زاهده، دختری که تمام عمر خود را، تمام وقت خود را به عبادت و به اینها سپری می کرد. وقتی که عروس میشه عزیزان من، داستان هم غمانگیزه و هم اینه که ما را متوجه میسازه به اینه که این دختر نمازش قضا نمیشد، روزش قضا نمیشد، حجابش یک لحظه بالاخره از جانش دور نمیشد
تا اینکه وقت و فرصت رسید این دختر عروس میشه. روز عروسی لباس عروسی به تن داره و بالاخره با اون لباسی که عروس مزین هست، با اون لباسی که در روز عروسی عروس به تن داره، بعد او را وقتی که میخواهن به آرایشگاه ببرن، بعد از او میگن که فلانی عمر خود نماز خواندی، ولی متوجه باشی که این آرایشی که امروز به تن تو میشه باید 2 وقت نماز خود را نخوانی. این آرایش به تن تو هست، این آرایش خراب میشه. میگه شما وقت نماز عصر، میگه بگذارید و بالاخره که من نماز خود را بخوانم، من نماز خود را ادا کنم و بعداً مرا بالاخره ببرید به آرایشگاه. دختر مسلمان، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که لقای الله را دوست داره الله هم او را دوست داره، الله هم ملاقات او را دوست داره. این دختر مؤمنه عابده زاهده متقی و پرهیزگار وضو میکنه، سر به سجده میگذاره، میگه یا رب نمیخواهم که یک رکعت نماز من در دنیا قضا بشه. سر به سجده میگذاره. ببین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر این که در راه الله و اسلام باشه. این دختر مسلمان سر به سجده میگذاره، سر به سجده، همه زنها در اطرافش جمعن که نمازش تمام بشه و بالاخره او را به اصطلاح امروزی در خانه آرایشگاه و اینها برده بشه تا آرایش بشه. سر به سجده هست. دختر سر از سجده لحظات شد بالا نکرد، چند دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، و بعد سر دست میگذارن بر پشت دختر که برخیز، تأخیر شد. نگاه میکنن که جان به جان آفرید. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی لقای الله را دوست داشته باشه الله میگه بیا با من معامله کنی، بیا معامله تو با من هست. به این عزیزان و بزرگواران، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، الا وانتم مسلمون. چقدر انسانهای در حال سجده از دنیا رفتن، چقدر انسانها در حال تلاوت قرآن از دنیا رفتن. برعکس چقدر انسانها در حال شراب و قمار و زنا و دزدی و بدبختی از دنیا رفتن. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. عزیزان و بزرگواران، همانطوری که اسلام به ما یاد میده چگونه زندگی کنیم، اسلام به ما یاد میده شما چگونه بمیرید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شما نمیرید مگر این که میمیرید مرگ شما در اسلام باشه. صحبت امروزی من عزیزان و بزرگواران تمام این بحث به اینه که ما را به گذشته بر نگردانند، ما را به او دوران ملیشه و ملیشه سازی بر نگردانند. والله العظیم 21 سال میشه نظامی که آمده جز بدبختی به این ملت دیگه چیزی نیاورده. یکی از بدبختی های دیگر مسلح ساختن جوانانی که اونها از الله غافل و بی‌خبرن. این عزیزان من این نهایت بدبختیه. این امنیت نمیاره، این بدبختی، این جنگ خانمانسوزی، جنگ کوچه و کوچه، و بالاخره میخواهن که دامان جنگ و آتش جنگ در این سرزمین، امریکایی‌ها که در حال رفتن هستن، اینا میخوان که ما بعد از رفتن اینها آرام باشیم، میخوان که ما آرام باشیم، راحت باشیم، در خانه و زندگی خود آرام بنشینیم. نخیر، نخیر، میخواهند که جنگ خانه به خانه. ای مسلمان، ای مسلمان، تو بیدار باش، متوجه باش، هوشیار باش و بفهم و بدان که این مرمی که در تفنگ تو قرار داره این بر سینه کی باید بخوره.
اون مرمی را در سینه دشمنان الله بزن. دشمنان الله و رسولی که میخواهند جنگ خانمان سوزی را برا بیندازن، اون مرمیر در سینه دشمنان الله و رسول شلیک بکن، نه به طرف برادر مسلمان خود، نه به طرف بالاخره کسانی که به خاطر آزادی این سرزمین جان دادن، به طرف اونها. به این عزیزان و بزرگواران، در اخیر میخواهم این را بگویم، در اسلام رفق هست، نرمی هست، در اسلام میشه گفت مداران هست، اما در اسلام مداهنه نیست. مداهنه نیست عزیزان و بزرگواران. مداهنه یعنی چی؟ یعنی سازش با کفار نیست. کافری که میایه با تو سازش کنه، میخواد تو را از بین ببره، با او سازش نیست. الله سبحانه و تعالی میفرمایه فلا تطع المكذبین. الله میفرمایه از دروغگویان اطاعت نکن. اینهایی که دروغ میگن، 20 سال دروغ گفتن، 20 سال فریب دادن، به این 20 سال فریب ندادن، دروغ نگفتن، 21 سال میشه میلیاردها دلار به این سرزمین آمد. کجاست شفاخانه مجهز؟ میلیاردها دلار آمد، کجاست یک سرک بالاخره که یک سرک درست و صحیح باشه؟ 21 سال میشه میلیاردها دلار آمد، کجاست کارخانه هایی که مردم از فقر و بیکاری و بیچارگی نجات پیدا کرده باشند؟ میلیاردها دلار به این سرزمین آمد، کجاست بازسازی؟ کجاست امنیت؟ کجاست بالاخره شغل و کار و اینها؟ آیا یک شفاخانه مجهز داریم؟ آیا یک کارخانه داریم؟ آیا بالاخره جان تاجر ما و غیر تاجر ما در امن هست؟ کجا هست؟ 21 سال دروغ، چم، فریب، حیله. به داخل افغانستان با برادرای مسلمان خود 1 متر فاصله استاده میشه، دست خود دراز نمیکنه که کرونا هست. باز با امریکا که میره، زنی که دشمن الله و رسول او با آغوش میگیره. میخوای از همیت یک نظام امید داشته باشی؟ از همیت رئیس جمهور امید داشته باشی؟ از همیت فردی میخوای؟ مال بیت المال به تاراج بردن، غارت کردن، میلیونها و میلیاردها دلار در بانک‌های داخلی و خارجی و بالاخره گذاشتن. میخوای جان خود را فدای همین افرادی بکنی؟ میخوای از همین افراد حمایت کنی و دفاع کنی؟ فریب تا کی؟ الله میگه این قول من نیست، قول رب العالمین که میفرماید فلا تطع المكذبین. دیگه اطاعت از دروغگویان نکن. دروغ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 21 ساله که به این ملت دروغ میگن. پلیس اردو چقدر به این سرزمین کشته شده، چقدر خانه های از پلیس ها و اردوها الان به فقر و بیچارگی در این سرزمین تیر میکنه. خانواده های پلیس و اردو نوازش نمیخواهن. حالا از مجاهدین بگذاریم، مجاهدین ارتباط اینا با الله و سروکار اینا با الله، الله از اونا تقدیر میکنه. الله شهدای اینا رو بپذیره و مجروحین شفا بده و بالاخره برای بازمانده ها صبر بده. میایم سر پلیس و اردو. پلیس و اردو به این سرزمین خانواده های نصیرن. پلیس و اردو امروز درد نمیکشن، رنج نمیکشن. 10 ها پلیسی که دست خود، پای خود، چشم خود همه از دست داده، امروز با فقر و ذلت و خواری تیر میکنه. رئیس جمهور چند مرتبه تا به حال خانواده های این پلیس و اردو جمع کرده تسلیت گفته. میره با امریکا، خانواده های کشته شده های امریکایی که در افغانستان مردار شدن به جهنم رفتن، میره با اونها تسلیت میگه. از امیت میخوای دفاع کنی؟ از امیت شخصی؟ از امیت حالتی؟ عقل بزرگترین نعمت عزیزان و بزرگواران. کم فکر. انسان عقل داره، فکر داره، فکر بکن. به این عزیزان و بزرگواران الله سبحانه و تعالی می فرمایه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. بر کنار ظالم استاده شدی جز ظالمی،
در کنار ظالم استاده شدی، تمام ظلم ظالم در روز قیامت با تو تقسیم میشه. این الله میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تنها ظالم به جهنم نمیره، حامی ظالم هم به جهنم میره، پشتیبان ظالم هم به جهنم میره. تنها ظالم به جهنم نمیره، او کسی که میگه من از ظالم حمایت میکنم او هم به جهنم میره. به این عزیزان و بزرگواران، در زمان سیدنا موسی علیه السلام مرد صالحی که از فرعون برگشت بعد چی گفته؟ قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. ای بار الها، وقت نعمت را بر من دادی من دیگه حامی مجرم نمیشم، دیگه حامی کافر نمیشم، دیگه حامی ظالم نمیشم. فلن اكون ظهیرا للمجرمین. به این عزیزان این قرآن هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند من اعان ظالما لیضحد بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله. میفرمایند هر کس حامی ظالم شد، پشتیبان ظالم شد و ظالم گذاشت که ادامه بده بر ظلم خود و بر بطلان خود، این ظالم بدانه که الله و رسول از او بیزار هست. الله و رسول را دوست نداره. الله و رسول ظالم را که دوست نداره، حامی ظالم و پشتیبان ظالم را دوست نداره. به این عزیزان و بزرگواران، به او جوانهایی که فریب خوردن، ندانسته و نفهمیده حامی ظالم قرار گرفتن، این آیه را گوش کنن. در روز قیامت بهانه نمیشه، فلانی نمیشه اونجا بگه که قمندان صاحب مرگفت، فلان صاحب مرگفت، فلان بزرگ قوم مرگفته. الله می فرمایه وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. افرادی که حامی ظالم شدن در روز قیامت میگن پروردگارا ما فقط از بزرگان خود اطاعت کردیم، از رئیسای قوم اطاعت کردیم، از همون انسانهایی که به ما امر و نهی داشتن از اونها اطاعت کردیم، از بزرگان خود. الله میگه حالا بروید همراه بزرگان خود در جهنم بسوزید. عقل نداشتید، فکر نداشتید، وطن 40 سال به آتش جنگ سوخت، میخواید دوباره این وطن رو به جنگ و به اینها بکشانید، میخواید این سرزمین رو تکه تکه کنید. چرا به کنار ظالم استاده میشوید؟ چرا حامی ظالم میشوید؟ چرا بالآخره؟ این را بدانید که در روز قیامت هیچ بهانه از شما پذیرفته نمیشه. ای کسانی که در کنار ظالم استاده شده اید، الله می فرمایه این افراد در روز قیامت چی میگن؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش نمیرفتیم با فلانی دوست دوست نمیشدیم. عزیزان من، ما را فریب دادن، ما را بازی دادن، ما را بالآخره با قوت و قدرت و با اینها ما را فریب میدن. تا کی میخوایم فریب بخوریم؟ تا چی وقت؟ به اینه که الله میفرماید یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. این کسی که مرگش در غیر اسلام نیست، کسی که در اسلام نمیمیره به خاطر نژاد و قوم و منطقه و بالآخره و حامی ظالم میشه و در کنار ظالم میمیره، وقتی مرگ به سراغش رسید میدانیم چی میگه؟ این قول کی هست؟ قول شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی نیست، این قول من هم نیست، قول رب العالمین، قول احکم الحاکمین، قول اعدل العادلین، قول ملک الملوک رب العالمین هست که می فرمایه حتی اذا جاء احدهم الموت، وقت مرگ به سراغ اونها آمد، چی میگن؟ قال رب ارجعون. ای الله مرا برگردان، ای الله نفهمیدم ندانستم، این تفنگی که برداشته بودم ای الله مرا برگردان که از این تفنگ در راه تو و به اعلای نام تو استفاده کنم.
قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ای الله مرا برگردان به دنیا، مرا برگردان به دنیا تا عمل صالح انجام بدم. ای الله مرا برگردان تا برم در کنار اولیای تو، در کنار صالحین تو، در کنار مجاهدین تو، در کنار اونهایی که جان خود را بر طبق اخلاص گذاشته بودن و از دین تو دفاع می کردن. ای الله مرا برگردان. الله چی میگه؟ کلا، تمام شد، تمام دیگه برگشتی نیست. هر کاری کردی در حیات خود کردی. عزیزان و بزرگواران، صحبت خود را جمع میکنیم با یک سوال. از شما عزیزان من سوال میکنم، چند مرتبه به دنیا آمدیم؟ یک مرتبه. چند مرتبه از دنیا میریم؟ یک مرتبه. فرصت زندگی چند مرتبه برای ما هست؟ یک مرتبه. یک فرصته. من چرا این حالت سوالی آوردم؟ به خاطر این که خوب متوجه بشیم یک فرصت داریم، یک چانس، یک چانس. نمی زندگی این چانس ری اموات از دست دادن، مردگانی که در اینجا دفن هستن این چانس را از دست دادن. خلاص تمام، هر کس مرد، تمام شد، دیگه برگشتی نیست. او کسی که اعمال صالحه انجام داده خوشا به حالش، کسی که با ایمان و با اسلام و با قرآن از دنیا رفته خوشا به حالش، کسی که به بدبختی و به شقاوت رفته بدا به حالش. حسن خاتمه عزیزان من خیلی مهمه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم سر به سجده می گذاشتن، گریه می کردن، اللهم انی اسألک حسن الخاتمه. پروردگارا من از تو سوال می کنم و می خواهم حسن خاتمه می خواهم. رسول الله گریه می کنن حسن خاتمه یعنی چی؟ یعنی ای الله توفنی مسلما، پروردگارا مرا مسلمان بمیرم. سر این منبر نشسته هستم، صحبت می کنم، آیه میگم، حدیث میگم، قول خدا و پیامبر میگم، اما نمیدانم که از دنیا چگونه خواهد رفتم. اللهم انی اسألک حسن الخاتمه. پروردگارا حسن خاتمه را نصیب کن. ما نمیدانیم این دنیایی که سر تا پا فتنه شده سر به سجده بگذاریم. یا الله، اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. پروردگارا تو مثبت القلوب هستی. پروردگارا قلوب بنی آدم بین انگشتان بلا کیف توست. ما نمیدانیم چگونه سرنوشت ما خواهد شد، مرگ ما چگونه خواهد بود. پروردگارا دعایی که پیروان حضرت موسی کردن او دعا را میکنیم، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. پروردگارا صبر را بر دلهای ما بریزان، پروردگارا ما را مسلمان بمیران. پروردگارا یوسف علیه السلام دعا میکرد و توفنی مسلمین و توفنی و الحقنی بالصالحین. پروردگارا ما هم دعا را میکنیم، ما را مسلمان از دنیا ببر، ما را با ایمان ببر. پروردگارا رضاییت تو شامل حال ما بشه. به این عزیزان و بزرگواران که همانطوری که غم زندگی خود را میخوریم غم مرگ خود را هم داشته باشید. چگونه باید بمیریم؟ چگونه؟ مرگ چرا پوشیده هست؟ چرا نمیدانیم مرگ چی وقت میآید؟ به خاطر که هر لحظه به یاد الله باشیم، هر لحظه به ذکر الله باشیم. آه چی مرگیه که انسان لحظه ای که از دنیا میره ملک الموت وقتی قبض روح میکنه برای انسان گفته بشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چی لحظه عزیزان من که انسان قبض روح بشه، بندگان الله انسان در زمین تشییع جنازه کنن و روح انسان بره به ملأ اعلا، ملائکه استقبال بکنن، ملائکه بگن
بیا داخل بشو در صف صالحین و متقین و پرهیزگاران. عزیزان من والله العظیم نمیخواهم که یک جوان ما مرگی بشه که الله از او را راضی باشه. چرا این صحبت میدانم شاید خیلی کسانی با این صحبت ناراحت بشه، دشمن بوده دشمن تر بشه، اما دوستی و دشمنی بنده مهم نیست، مهم رضایت الله است. همه میریم از دنیا، روزانه چقدر انسان ها از دنیا میمیرن، روزانه چقدر انسان ها میرون، اما خوشا به حال کسی که او لحظه گفته بشه یا ایتها النفس المطمئن، ای نفس مطمئنه ارجعی. میدانیم چی معنی ارجعی؟ الله میگه ای نفس مطمئنه بیا طرف من، بیا طرف من، ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. الله از این نفس راضیه. چه لحظه عزیزان من که الله صدا بکنه راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل بهشت من باشم. بهشت دور نیست عزیزان من. چند سال دیگه به این دنیا خواهد بودیم، چند سال دیگه زندگی خواهد کردیم، چند سال دیگه اول و آخرش 50-60 انتهای 100 سال تمام. عزیزان من الله برای همه ما توفیق بده با اسلام زندگی کنیم و با اسلام بمیریم. زندگی ما با اسلام باشه، مرگ ما هم در اسلام باشه. یکی از بزرگان و سلف صالح می فرمایه الحیات فی سبیل الله صعب والموت فی سبیل الله اسهل. کسی که در راه الله زندگی میکنه خیلی سخت‌تره عزیزان من. موت در راه الله، شهادت در راه الله خیلی آسان تره. چرا؟ شهید شدن در راه الله آسانه، اما زندگی در راه الله سخته، به خاطر که شهادت یک لحظه، شهادت یک لحظه، تیر دشمن میآیه انسان شهید میسازه و بالاخره با یک لحظه انسان شهید میشه. اما حیات در راه الله، زندگی در راه الله سخت عزیزان من. زندگی در راه الله، کسی که در راه الله زندگی میکنه باید متوجه دست خود، متوجه زبان خود، متوجه قلب خود، متوجه تمام اعضای بدن خود باشه. کسی که در راه الله زندگی میکنه سخته، برایش حرام میسر میشه نمیخوره، برایش رشوت میسر میشه نمیگیره، برایش اختلاس میسر میشه اختلاس نمیکنه، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت و بهتان و افترا نمیزنه. همه اینها عزیزان من الحیات فی سبیل الله صعب. زندگی در راه الله سخت عزیزان من، آسان نیست. کسی که بخواه در راه الله زندگی کنه مثل اینه که یک انسان بین خارستان، یک جایی که همه خار هست، پایین میشه، چقدر مواظب خود هست که این خارها به پایش اصابت نکنه، هر لحظه متوجه خود هست. زندگی این چنین عزیزان من. رسول الله میفرمایند حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره. اطراف بهشت سختی ها گرفته عزیزان من، اطراف جهنم شهوات داره. و اینه که از این حدیث معلوم میشه که زندگی در راه الله سخت عزیزان من. اطراف بهشت سختی ها گرفته، و این سخته که انسان متوجه باشه که غیبت نکنه، در جلسه نشسته متوجه زبان خود، در کوچه و بازاری متوجه چشم خود، در بیع و شرایی متوجه باش که حرام در زندگی تو نیایه. این حیات در راه الله است عزیزان و بزرگواران. درسته امروز پول میدن بیرون باشه، یک شعار بدی 2000 3000 4000 میدن که بیرون بشه و بالاخره 5 دقیقه در تلویزیون تو یک نشانه میدن، سربینی خفوس خورم بسته کن. تو کی میشناسه؟ تو هیچ کس نمیشناسه، ولی الله میشناسه. هیچ کس تو نمیشناسه، الله خوب میشناسه، قلب تو را میدانه، تمام وجود تو را میدانه. این را بدان. الله میفرمایه
بعضی الفاظیه که به زبان میاریم فکر میکنیم عادیه، او الفاظ الله ناراض میکنه، الله ناراض میکنه. تو بری 5 دقیقه 10 دقیقه میایی در کنار دشمن استاده میشی، علیه اسلام و مسلمین شعار میدی. آیا فکر کردی که 2000 3000 5000 گرفتی تمام شد و بالاخره؟ اما رضایت الله، مهمترین چیز رضایت اللهیه. بدترین چیز میدانیم چیه؟ غضب اللهیه. رسول الله دعا میکردن اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک رضاک والجنه و اعوذ بک من سخطک والنار. پروردگارا از تو بهشت و رضایت تو را طلب میکنم و پناه میجویم به تو از خشم تو و غضب تو و او عذابی که جهنم هست، به تو پناه می جویم. پس به اینه که متوجه حرکات خود، متوجه زبان خود باشیم. بار اله پروردگارا از همه ما راضی باش. ای بار اله پروردگارا ما را در اسلام زنده داشته باش. ای بار اله پروردگارا ما را در اسلام بمیران. ای بار اله پروردگارا ما را در روز قیامت با ایمان کامل محشور بدار، در کنار نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین پروردگارا محشور بدار. ان شاء الله باذن الرحمن هفته آینده پیرامون عشره ذی الحجه عزیزان و بزرگواران که ماه آینده عشره ذی الحجه داخل میشه، عزیزان و بزرگواران پیرامون عشره ذی الحجه صحبت خواهیم کرد که از فرصت‌ها استفاده درست بکنیم، از فرصت‌های زمانی و مکانی استفاده بشه. ان شاء الله باذن الرحمن ارتباط به عشره ذی الحجه و ارتباط به این که عبادت در زندگی انسان چقدر نقش داره، اگر عمر باقی بود ادامه صحبت و یا این صحبت در هفته آینده خواهد بود. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک برحمتك یا